فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. آیه 170 سوره اعراف. آیات قبلی الله متعال مذمت او علمای بنی اسرائیل بیان کرده بود که حقایق پنهان کرده بودند و نعوذ بالله تابع مادیات دنیا شده بودند. باز انوز هم امید داشتن بالای الله متعال که ما را بخشش میکنه. انسان هم گناه بکنه و هم باز امید مغفرت داشته باشه. عذر گناه بدتر از گناه هست. در اینجا الله متعال بعد از او بیان کرد که کسایی که دار آخرت بهتر میدانه، مقایسه داره، از تعقل و تفکر کار میگیره، هیچگاه با ایتو سرنوشت مبتلا نمیشه. الله متعال برای علما مقام و منزلت علم برشان نصیب کرده که سبب حصول مقام آخرت است. چطور شده میتونه یک کسی که فکر داشته باشه این مادیات فانی دنیا را ترجیح بده بالای او مقام و منزلت آخرت؟ دیگه این امتحان بزرگ است، نه تنها برای علمای بنی اسرائیل بلکه علمای امت پیغمبر صلی الله علیه و سلم امی حیثیت داره. اگر از تعقل و تفکر کار نگیرن یقینا انسان تابع مادیات میشه و هم حقیقتا را پنهان میکنه. نعوذ بالله در مهلکه و جای هلاکت بزرگ واقع میشه. در حالی که اگر آخرت ترجیح بدن الله متعال دنیا را آن قسم برش میرسانه که هیچ نمیفهمه که از کجا برم میآید، بلکه به بسیار عذر و معذرت مردم برش دنیا را پیش میکنه. شرط است که یقینا مقام آخرت انسان ترجیح بده. امی مردمایی که تعقل داره کدام مردم است؟ الله یارا بر ما معرفی میکنه. والذین یمسکون بالکتاب، و کسانی که و تمسک میزنن به کتاب. مسک میم سین و کاف که در هر جای میاد دلالت بالای پختگی میکنه، چسبایش میکنه. یعنی کسانی که واقعا چنگ زده به کتاب. مراد از چنگ زدن به کتاب است تمام فرامین ازوره عملی میکنه در زندگی خود. از اینجا معلوم شد که علما دو وظیفه داره. یک وظیفه بیان است، وضاحت او حقایقی است که در کتابای الله آمده، از مردم پنهان نکنه. چرا پنهان کردن از یا سبب بدبختی تمام مردم میشه. از امو خاطر سرسختترین عذاب برای علماست. چرا؟ به خاطری که با وضاحت احکام الله متعال مردم راهیاب میشه. اگر یا پنهان بکنه سبب بدبختی کل جامعه و مردم میشه. از او خاطر الله پنهان کردن حقایق جرم خیلی بزرگ تلقی کرده. دوم موضوع که برای علما خیلی مهم است و چی کنه؟ باید در عمل خود نشان بده برای مردم که من امیر رقم آدم هستم. عالمی که واقعا در عمل احکام الله در چهرهش نمایان نشود، در کردارش نمایان نشود، در گفتارش نمایان نشود، او عالم نیست. اگر بیان هم بکنه اما تاثیری بالای مردم نداره. از او خاطر الله میگه که تعقل برای کسی است، تعقلون والا او کسایی است عقل والا که وا تمسک به کتاب الله میزنن و اقام الصلاه، نماز درست قایم میکنه. یکی از نشانه های بارز ازی است که رعایت و لحاظ نماز میکنه. چرا؟ این حق الله است، رابطه که تو را با الله وصل میکنه، رعایت ازیره میکنی. افسوس است این و نمون نشانه است که با تاسف در کل مساجد افغانستان در چهره علمایتان دیده نمیتونه. اقام الصلاه والا نیست بلکه سارقین الصلاه است الا ماشاء الله، بجز از علمای حقانی. زمان نمازها را شما مقایسه کنید ترازی سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، علما را میبینی که وا تابع مادیات دنیا خوش کردن مردم عوام است. کسی که از دفتر میاد تیم مطابق از او بدل میکنه، نمیگه که وقت مستحب کدام است یا وقت خوب برای نماز کدام است، بلکه تابع امی ملک و میر است، تابع مردم است. الله رحم بکنه. این امتحان سخت درباره علماست و این نشانه اینمی حقانیت علما معلوم میشه که نماز به کدام سیستم میخونه. الا ماشاءالله مردم اگر نماز قایم کنه، قیام نماز پیش براتان تشریح شده چندین مراتب، رعایت وقت نماز، جماعت نماز، سنن و مستحبات نماز، خشوع و خضوع که مکمل به نقشه پیامبر صلی الله علیه و سلم برابر باشه. این را اقامت الصلاه میگه. علمای حقانی کسایی که عقل داره، کسانی هستند که به کتاب الله چنگ زده و نماز خوب درست قایم میکنه. الله چی میفرمه؟ انا لا نضيع اجر المصلحین. هر کس که در راه اصلاح بپردازه الله میگه ما ضایع نمیکنیم. این یک
تنبیه خیلی بزرگ است که عالم تو به خاطر دین الله اصلاح کاری را بکن، شروع بکن. کدام نواقصی که در جامعه پیداست تو را اصلاح کرده برو. بدعت آمده جاگزینش سنت بگذار، شرک آمده توحید جانشینش کو، تلاش بکو که نمی خلاها پر شوه. این فکر نکو چی رقم میشم، خیر است اگر از گشنگی وفات کردی، اگر سر رزاقیت الله عقیده نداری. لیکن الله میگه که من ضایع نمیکنم هر کس که مصلح باشه. از همون خاطر است مناسب است برای ما که خامخا در یک خط اصلاح قرار داشته باشیم، در تلاش ازی باشیم یک اصلاح بیا، چه از نگاه عقیده، چه از نگاه عمل و چه از نگاه اخلاق. البته این اصلاح وقتی میاد که خود اصلاح کرده باشیم. نماز اگر خب نماز نباشه دیگران را توصیه کرده نمیتونی. اگر تو واقعا در عقیده ثابت و سالم نباشی دیگران را توصیه کرده نمیتونی. تاسف در اینجاست که یک تعداد مردم ما امروز ظاهر حلیش ببینی اینه که میبینی فقط از او کده آدمی لچک دیگه معلوم نمیشه، اما باز داد از کجا میزنه؟ از نظام حکومت اسلامی میزنه و تو را هم ملامت میکنه، تو را هم فتوای کفر میده، دیگر هم هیچ کس مسلمان باقی نمیگذاره. یا آگاه شون که آیات قرآن کریم سرتان صادق میشه، چرا که دعوت شما قطعا ناکام است بلکه مانع دعوت دیگران شده میتونه. و اذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ذلة. الله حالات بنی اسرائیل بیان میکنه. الله ایج راهی که سبب کامیابی از یا شو نگذاشته. انسان وقتی التزام به یک امر بکنه، در یک مدرسه داخله بکنه، در مکتب داخله بکنه، ماموریت قبول کنه، بعد از اون موظف است که باید وظیفه را انجام بده. اگر نمیده جبران سرش انجام داده میشه. حکومت اسلامی پابندی از این کار میکنه. از اون خاطر مسلمان که یک دفعه دین عقیده آورد، اسلام آورد، بعد از اجرای احکام عملی سرشان به زورم درست است. اگر کسی نمیخونه جبران سرش خوانده شود. اینجا بنی اسرائیل احکام تورات پذیرفت، موسی علیه السلام روان کرد، لیکن بعد از او نعوذ بالله امیک تورات کتاب الله را در مایه فراموشی، در گوشه فراموشی گذاشتن، تمسک نکردن، عمل سرش نکرد، حتی از حقایق خود آگاه نمیکردن. علمایشان برای خود دکانداری را شروع کرد. الله متعال میگه که شما اینطور بی‌اعتنایی میکنه. در آن وقتی که نتقنا ما بالا کردیم جبل کوره فوقهم بالایشان که انه تو گویی که امیکو ذلتون سایبان است بالایشان، و ظنوا یا گمان کردن انه واقع بهم که امیکو سرشان افتاده نیست. حالی دیگه فکر میکردن که حالی سر ما کو میفته. الله برشان دمی موقع فریاد و چیغیشان برآمد. خذوا ما آتیناکم بقوت. الله دیگه چیزی نمیگه، دیگه چیز مطالبه نمیکنه. بگیری آن چیزی را که ما براتون دادیم بقوت، به قوت عمل. قوت عمل وقتی میشه که مطالب و مقاصد کتاب بدانی بعد از سرش عمل بکنی. اما زمانی که کتاب ثواب و مرده ها در تاقچه گذاشته باشی مطلبش از کجا فهمیدی؟ اون روز براتون نگفتم که قاری صاحب محترم زن خود در غزنی میبره، 30 جز قرآن کریم در سینه‌اش است، اما الحمدلله را مطلبش نمیدانه. اینجا است که الله متعال میگه بنی اسرائیل که بگیری آن چیزی که ما براتون دادیم بقوت، نه با قوت عمل کوشش کنه، تدریس کنه. واذکروا ما فی قوت عمل شد. واذکروا یادآوری کنه، درس و تدریس کنه آن چیزی که فی در کتاب است، یکی دیگر را بفهمانی، تعلیم کنه که مردم از حقایق آگاه شود. چرا الله ضرورت داره برای ما که حتی به زور و به جبر سر ما کور بلند کنه که کار بکنه؟ الله بندگان نیکی ملائکه داره که عبادتش میکنه، ضرورت به عبادت تو نداره، بلکه تمام همه جهات مختلفه که الله برای تو مقرر کرده به این خاطر که تو یک کمی بهوش می برای منفعت خودت است. لعلکم تتقون، به خاطر که شما نجات پیدا کنی از عذاب الله، شما زندگی سعادت بخشه، از همه لوث نعوذ بالله شرک و بدعت پاک جامعه که مکمل به لباس تقوا مزین شده باشه، امور رقم جامعه پیدا شود. لعلکم تتقون است، شما تقوا را حاصل کنید. و اذ اخذ ربک من بنی آدم، اوی دورام نیست. چرا؟ پذیرفتن رای توحید الله و نظام الله را پذیرفتن، از وحی تغذیه حاصل کردن، این امر خیلی بدیع و ناشنا نیست که ما و شما بالکل قطعش ناشناستیم و هیچ وجه طبیعت ما نمیپذیره. این یک امر فطری است. زمانی که الله ما را عین در ازل از آدم علیه السلام از پشتش ما را کلگی را کشیده، عقل درش مرکب کرده و اقرار از پیش گرفته. مطابق همون اقرار فطرت هر انسان الله مهیا ساخته که باید رای حق بپذیره. از همون خاطر استعداد قبول کردن اسلام امر فطری است، در سرشت انسان گذاشته شده. پس پذیرفتن دین توحید یک امر ناشنا و غریب نیست. اگر کسی بگه که ما قطعش
معلومات ندارم، بلکه قبلا امی حالت شده. البته مفسرین در اینجا دو نظر داره، حتی ابن کثیر رحمه الله در اینجا خطا شده، بسیار علمای ورزیده، اما ما گفتیم که ما تابع دلیل هستیم، تابع اشخاص نیستیم. ابن کثیر در فن تفسیر اول نمره است، اما در اینجا خطا شده، تلاش کرده که این آیت خلاف آن چیزی که در حدیث ثابت است تشریح بکنه. خود گفته که اینجا مراد از کدام چیره که الله گرفته میثاق، این میثاق عبارت از همون دادن استعداد و چیست قابلیت است که هر انسانی قابلیت داره که دین بپذیره، اما در حدیث صحیح ثابت است. شیخ البانی رحمه الله این حدیث ها را جمع کرده و این حدیث صحیح است که الله متعال از پشت آدم علیه السلام کل ذریه‌اش کشید، بلکه در یک حدیث میاد یک دفعه دست که لایق شان الله متعال است در پشت آدم کش کرد، مردمای طرف راست آدم علیه السلام آمدن یا کلش مستحق جنت بودن، دیگه دفعه که کش کرد طرف چپش که کلش جهنمی بوده و اونجا الله متعال از یا چی کرده میثاق گرفت، وعده گرفت. اینجا چرا تاویلات میکنن یک تعداد کسایی که فکر معتزلی داره، عقل جنگی میکنه، دید حالا به مثل مرچه وار انسان ها را بکشه بازی را چه قسم خطاب بکنه، یه عقل نمیپذیره، کلی مردم ها را از یک پشت کشیدن. اینجا عقل جنگی نیست، در قدرت الله متعال تو هیچ نوع شک و شبهه باید نکنی، بالکل آن چیزی که در حدیث ثابت شد بپذیری. اما امروز تکنولوژی جدید و تکنیک جدید کلی مسائل برای ما آسان کرد. در یک شیشگک کامرا چقدر جای تو وسعت کلی مردم در یک شیشگک در یک دقیقه آمده میتونه توسط یک فیلم برداری مخلوقه و او را هر قدر در کامپیوتر خرد میسازی کلان میسازی، کاری توسته. انسان اینقدر الله طاقت داده، آیا الله متعال چقدر طاقت داشته باشه؟ از همون خاطر هیچگاه یک آیت و حدیثی که آمد خلافه که ظاهر عقل نمیپذیرفت تاویلات دو شروع نکن، بلکه تسلیم شو به نظام الله متعال که بله الله متعال همی کار کرده و همی کار شده. و اذ اخذ ربک قابل یادآوری است در آن وقتی که گرفت پروردگاری توی پیغمبر علیه السلام یا ای مخاطب من بنی آدم از اولاد آدم علیه السلام من ظهورهم از پشتایشان ذریتهم اولاده و نبیریشان کلشان کشید و اشهدهم علی انفسهم شاهد قرار داد امی مردم از سر نفسایشان. آینده نگویه برای دو وجه. الستو بربکم، الله برش گفت آیا من رب شما نیستم؟ ایرا میگه در فطرت انسان چیست؟ توحید ربوبیت موجود است. از همون خاطر مشرکین مکه هم ده اعتراف میکرد، بلکه توحید ربوبیت امروز نخود در جهان کسی پیدا شد که انکار کنه، حتما میپذیره. اگر نامش الله نمیگیره خو یک قدرت میگیره. کمونیستا میگفت ماده است، ماده کی پیدا کرده؟ ماده لاشعور میتونه که قدر انتظام کائنات بکنه؟ این گپ غلط است. نه، پشت سر یک هستی و قدرتی است که نظام به این نظم و به این دیسپلین و به این رنگ و به این زیبایی ها و به این چی است تقسیماتی که الله کرده حتما یک قدرت پشت سر است. او قدرت کیست؟ الله متعال. اما ذاتی که او به هیچ کس محتاج نداره، همین گپ کلگی میپذیره. اینی را میگه که در فطرت انسان توحید ربوبیت موجود است. چرا اقرار کرده قبلا؟ قالوا بلا، کلگی گفتن. مشکل در توحید چی میشه؟ الوهیت یا عبادت پیدا میشه. آینده بعضی اینمی توحید فطری را فراموش میکنه، تمام امورش الله حل کرده، اما این سجده را برای غیر الله کرده رایست، نظر به نام غیر الله کرده رایست، دعا را از غیر الله طلب کرده رایست که پشت سر آمده رایست. قالوا بلا، چرانه تو ربی ماستی شهدنا، بالکل اعتراف کردیم. ان تقول یوم القیامت، چرا الله اقرار را گرفت؟ به خاطری که نگوین مردم، اصلش لا تقولو است، در روز قیامت نگوین انا کنا عن هذا غافلین، ما از این غافل بودیم، خبر نبودیم. ما لااقل خو اطلاع پیدا کنیم. نه خبر براتان داد. پس آمدن انبیاء علیهم السلام امی عهد ازلی که الله از کل مخلوقات گرفته، انبیاء علیهم السلام ایره تازه میکنه، یادآوری برای ما میکنه که شما کلیتان توحید ربوبیت پذیرفته. توحید ربوبیت دلیل بالای توحید الوهیت است. سوره فاتحه را که میخوانی الحمدلله کل صفات کمال مخصوص کیست؟ رب العالمین کیست؟ الرحمن الرحیم کیست؟ مالک یوم الدین کیست؟ کلش توحید ربوبیت است. بعد از او خود به خود حاصل میشه که ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص به تو عبادت میکنم و خاص از تو مدد طلب میکنم. این توحید عبادت است. در روز قیامت بازی عذر پیش نکنه، ما آگاهی نداشتیم. یک. دوم، او تقول انما اشرک آباؤنا، یا نگوین او لا تقولو که باز نگوین انما اشرک آباؤنا، ما چیگه؟
از ما پدرای ما پیش دیر شده بود، کلشان شرک کرده بود من قبل و پیش از ما. و کنا ذریه من بعد ما، خو اولاده و نبیره پس از وا بودیم. نه، الله میگه به این خاطر شما را این دوجه اقرار تا نگرفتم بعد از انبیا علیهم السلام روان کردم که پیروی از آبا و اجداد دلیل برای نجات انسان نیست بلکه هلاکت است. چرا؟ تا وقتی که تو ضرورت به پدر و مادر داری بالکل تو مکلف هم نیستی. تا زمانی که در بغل مادر ضرورت داری یا به نفقه پدر ضرورت داری تو مکلف نیستی. مکلف وقتی میشی که نیروی جسمانی تو مکمل تکمیل شده، عقل الله برات داده، استعداد برات داده، عالی مکلف میشی. الله متعال از تو مطالبه تحقیق میخواه، نه تقلیده. تحقیق میخواه، تقلید نمیخواه که دنباله پدر برو پدر چیزی کرده. نه، افسوس است که در امور دنیا که هیچ چیزی فانی است و چیزی خیلی ارزشدار هم نیست، ما تقلیدی بابا و اجداد نمیکنیم. پدری ما موچیگری میکرد، خودی ما میریم نه دکتر میشم. هر شاگرد که در مکتب میبینی یکیش نمیگه که پدرم نجار بود من نجاری میکنم، در طب کامیاب شوه. عجیب است. در امور دیگه از پدرها کس قدم نمیگذاره، اما وقتی که در دین بیا الله بدبخت کرده یارا پشت پدرها روان است. کدام پدر؟ پدری که لا اله الا الله رم درست خوانده نمیتونست. بگوی علم بود دمی وطن ما شما علم بود؟ علم کجا بود؟ ملنگا در جای ما می آمد خفتن مردم جمع شد که ملنگ آمده، مولا خیش نبود. قصه های دروغ میگفت، گروه پلخ میکرد، آتن هم میزد مسجد، مردم خوش بود که مسئله دین بیان کرده. کجا بود؟ شکر الله را بکشیم، درسای دین عام شده، در هر طرف میبینی درس قرآن و حدیث شروع است. بهترین وقت است اگر ما از این وقت استفاده بکنیم، از این نبی فرصت استفاده بکنیم. الله متعال بهترین موقع برای ما نصیب کرده. برادران خواهران کلشان شکر الله را بکش. خواهران خو بسیار شکر الله را بکشه. مفت برات موتر گرفته میشه خواهر، و بازم تو در درس کتاب الله غیر حاضری کنی یا اینجا بی گپ گپک شروع کنی، تلفن بازی را شروع کنی، باز دیگه الله از پیشت سوال میکنه. کم یک لحظه از پیشت تیر میشه، یک ثانیه یک سخن. این را باید بدانی، چرا که این نعمت بزرگ الله است، از تو شکرگزاریش طلب میکنه. تقلید درست نیست. کس از او خاطر الله میگه این تعهد گرفتم که باز نگوین پدرای ما شرک کرده. باز چی میگه؟ افتهلکنا بما فعل المبطلون، آیا تو هلاک میکنی ما را ای الله با آن چیزی که باطل پرستا فعل کرده؟ باطل پرستا روز فرا میرسه که امی پدر باطل پرست باز میگی، امی پدر خودت باطل پرست میگی، اما امروز از باطل پرستیش تحقیق نمیکنی که امی باطل است یا نه. مردم کورانه روان است. در کابل بچه را سوال کنی چند سال است؟ 50. دختر را سوال کنی 40 ساله. و توی کدی؟ نه، به خاطری که خرچی اورانوس نداره. او برادر چرا؟ چی گپ است؟ من یعنی خود توافق بکنی میمانیگه که خورده 2 کیلو گوشت بیار پیدا کن، ماما و بابا و کاکای تا جمع کن، نکاح را بسته کنی، دعا کنی، خیر و خلاص. چی گپ است؟ در دین چی سختی داره؟ مردم گرفته خود تباه کرده، در بدر خاک به سر کرده. چرا؟ پدرای ترک کرده، پدرای ترک کرده. حالی بدبختای خبیث دیگه این دنیای مجوس در نظر مردم نوروز آنقدر زیبا جلوه داده، ای دنیاکانی ماست، ای دی باستانی ماست، ای ارزش های قدیمی ماست. لعنت به ارزش های قدیمی. اینطوری ارزش ها را ما در جامعه خود نمیگذاریم. بازی گپا را کی میزنه؟ همون کسی که لبایش طره خود مبصر گرفته این گپا را میزنه. تو از به دین عقیده داری یا نه؟ چرا دعوت به او گپا میدی؟ خود روز قیامت الله از پیشت سوال میکنه. و کذالک نفصل الآیات، اینمی قسم که برای شما عقیده توحید الله را در فطرتتان گذاشتم بعد از انبیا علیهم السلام یادآوری او را برای شما کرد که نشوه خطا شوه در عقیده توحید. اینمی قسم ما بیان میکنیم الآیات احکام خدا، دلایل توحید و عقیده خدا، ولعلهم یرجعون، به خاطری که مردم باز بگرده یک کمی بهوش بیا، اموتر سرمست پشت پدرها روان نباشه، یک کمی بدانه که کدام کار مفید و کدام کار مضر است. واتلو علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا، آل مثال علمای بنی اسرائیل، یک شخص بلعم بعورا یا مثل بلعم و بعورا، اما یا چیستا ابن سلط باشه یا کسی دیگری باشه، هر کس باشه، مثالش الله متعال بیان میکنه. این مثال امو علمای است که همیشه در خدمت سردمدارا قرار گرفته، چمچه از واست، نعوذ بالله. ملای درباری برای خوش کردن پاچا و امیر و قماندان فتوا داده رایسته، گپ حق گاهی از دهن نمیشنوی. چرا اینطور میکنه؟ فقط به خاطری که یک موقف داشته باشه، یک موقف نان و چایش برش برسه. او عالم تو را الله حیثیت داده،
عالم کتاب خود ساخته، حقیقت برای مردم بگو. اگر امروز مرمی میخوری همیشه پروایش نداشته باش، لیکن حقیقت بر ملاکو. چرا؟ مردم سری تو فریب میخوره. امیالی در کابل چقدر مردم سری علما فریب خورده. عالمی که حقیقت نمیگه، دین میپوشانه، مردم به شرک دعوت میده، مردم به کارهای غلط دعوت میده، لیکن مردم را عالم دین گفته تقلید میکنه، میپذیره گپایشه. سبب بدبختی جامعه میشه. جامعه که بدبخت شد، کی بدبخت میشه خبر داری؟ بله، اگر امرا بدبخت شد جامعه بدبخت میشه. اگر امرا یا گرداننده امور بیرونی مردم است، تنظیم امور بیرونی مردم امرا میکنه. اگر امر خودش شرابخور باشه، خودش قمارباز باشه، خودش دوست باشه، خودش غلام باشه، ملت هم به مو طرفا بکشانه. الناس علی دین ملوکهم، مردم به دین کیست؟ پاچایشان است. هر رقم که پاچاست. پاچا سگ جنگی را خوش داره، مردم هم سعی میکنی هم سگ جنگی را خوش میکنه. مگر پاچا متدین بود، پاچا واقعا امین بود، سعی میکنی که رعیت چه قسم امانت پیدا میکنه. دوم چیزی که و در رأس جامعه همیشه رهبری میکنه، این مسائل دینی، تنظیم امور دینی توسط علما میشه. اگر علما حقیقت دین به مردم بیان بکنه، بالکل مردم در یک جامعه با امن زندگی میکنه، بالکل سالم، قطعا ملوث با شرک و با بدعت نباشه. امروز 50 سال 30 سال یک عالم در یک مسجد گزاره میکنه، خودش هم میگه این کار بدعت است، بازم انجام میده. و بدبخت چرا انجام میدی؟ ولی مردم باز آدم نمیمانه. خب بکشته، حالی از امامت بکشته. تو امامت یک کسب است، یک شغل است برای پیدا کردن رزق، یعنی که یک مسئولیت خطیر دین است. کدامش است؟ اول میره جواب بگو بعد از او. لیکن امروز امامت به پیش علمای ما چی گشته؟ بگو کسب گشته، روزگار خود تیر کنه. الله متعال مثالش بیان میکنه. بلعام ابن باعوره عالم برجسته یهود است، شاگرد موسی علیه السلام است. آنقدر معلومات کافی داره، آنقدر متقی شده که حالی دعا بالا، دستار بالا میکنه، مستجاب الدعوه است. اما روزی فرا میرسه که شیطان از هر طرف خله کرده رویسته، در آخر عمر الله متعال ملعون میسازش، در بدر میکنه. هر عالم باید خوف داشته باشه، هر داعی خوف داشته باشه، به خاطر که مزاحمات در دمی رای تو، در مسیر رای تو خیلی زیاد است، خیلی زیاد. انواع دستا کار میکنه که تو را نگذاره که حقیقت بیان کنی، بلکه تمایل به مادیات پرستی پیدا بکنی. نعوذ بالله. مثل بلعام ابن باعوره و علمای بنی اسرائیل. الله متعال برای ما تمثیل حقیقت بیان میکنه از بلعام ابن باعوره که یعنی تو آدم بود، لیکن وقتی نعوذ بالله مادیات دنیا را بندی شد، الله متعال را به مثل چی کرد؟ بگوی عین سگ واره، حرص دنیایش مثل سگ واره پیدا شده بود.